تمام سیم-کارت‌هایی را که از جانب شرکت‌های موبیلی فروخته شدند دیگر باره از نو به قید گرفته می‌شود. امروز وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان به قانون درباره علاقه برقی تغییر و علاوه‌ها وارد کردند. منصور عمرов معاون رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان ضمن معرفی طرح نو در نزد وکیلان گفته است که طبق مقررات نو قانون مذکور تمام سیم-کارت‌های فروخته شده از نو به قید گرفته می‌شود. معاون رئیس کدام از آن نگرانی کرده است که برخی از جنگجویان طالبان از قاچاقچیان افغان نیز از سیم-کارت‌های شرکت‌های تاجیکستان نیز استفاده می‌کنند. بیشتر این سیم-کارت‌ها به نام کسی ثبت نشده‌اند، گفته است او. روند از نو به قیدگیری سیم-کارت‌ها حدود یک سال دوام می‌کند. قبلا وکیلان پارلمانت تاجیکستان گفته بودند که در پی آماده کردن طرح قانون می‌باشد که در اساس آن ضمن خریدن سیم-کارت‌ها و تلفن‌های موبیلی راه‌اندازی انگشت‌نگرانی در نظر گرفته شده است. این انگشتان خریدار در اسباب الکترونیکی ثبت کرده می‌شود. منصور عمرов گفته است که نفران یا شرکت‌هایی که مقررات قانون مذکور را ضمن فروختن سیم-کارت‌ها صرف نظر می‌کنند مجازات کرده می‌شوند.